شب قدر است و من قدر ندارم، شب قدر است و من قدر ندارم، چی سازم تو شی قبر ندارم. اگر امشب به معشوقت رسیدی، اگر امشب به معشوقت رسیدی، خدا را در میانی اشک دیدی، کمی هم نزد او ما را دعا کن، کمی هم جای ما او را صدا کن. بگو یا رب فلانی روسیا است، بگو یا رب فلانی روسیا است، دو دستش خالی و غرقی گناه است. بگو یا رب توی دریای جوشان، بگو یا رب توی دریای جوشان، در این شب رحمتت بر او بجوشان یا رب. بله، نزدیکی های شب قدر است و علماها میگویند دهه آخر کدام روز است نامعین، کدام روز است نامعین. از این سبب در حق یکدیگر با دعا باشیم که این پارچه شعری که برای ما روان کردن، شب قدر است و من قدر ندارم، چه سازم تو شی قبر ندارم. اگر امشب به معشوقت رسیدی، خدا را در میان اشک دیدی، کمی هم نزد او ما را دعا کن، کمی هم جای ما او را صدا کن. بگو یا رب فلانی روسیا هست، دو دستش خالی و غرق گناه است. بگو یا رب توی دریای جوشان، در این شب رحمتت بر او بجوشان. سه پیشنهاد از طرف قاری مشهور شیخ ماهر المحکلی برای 10 شب آخر ماه مبارک رمضان. هر شب فقط 1 دیرم، 1 سومان، 1 دلار یا هر مقداری هست، یک به اندازه تواناییت صدقه بده. اگر صدقه شما به شب قدر راست آید، گویا 1000 ماه یعنی 84 سال صدقه داده اید. دوم، هر شب 2 رکعت نماز شب تهجد بخوان. اگر نماز شما به شب قدر راست آید، گویا 1000 ماه یعنی 84 سال نماز تهجد خوانده اید. سوم، هر شب 3 بار سوره اخلاص را، قل هو الله احد را بخوان که اگر این کار به شب قدر راست آید، گویا 1000 ماه یعنی 84 سال قرآن را هر روز ختم کرده اید. و اگر حتی از این گفته های ما را نتوانستید، می توانید همین نوار را به دوستان خود روان کنید تا که آنها اجرا بکنند و در همین ثواب شریک هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همه شما تابع بولیده را تمنا داریم دوستان عزیز. راستی این برنامه من بخشیده به شب قدر است و ما پیوسته به دوستمون تماس میگیریم در این شب‌های قدر که همه در خانه هستند چی برنامه برای ما آماده کردن. مرحمت